عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز. امید که در صحت کامل باشید. درس امروز ما در مورد لوپس یعنی حلقه ها در جاوا و یا برنامه نویسی هست. لوپ، selection and sequences. حلقه، انتخاب و دنباله ها. 3 ساختار اساسی در برنامه نویسی هستند. یکی از دیگر ساختارهای کنترلی در جاوا ساختار تکرار است. ماهیت بسیار از کارها تکرار است. مثلا خواندن اسامی تعداد در دانشجو، خواندن 10 عدد صحیح و محاسبه مجموع آنها. برای انجام کارهایی که ماهیت آنها تکراری است، در جاوا از امکانات به نام حلقه های تکراری استفاده می شود. و حلقه های تکراری در جاوا عبارتند از for loop، do while loop، while loop می باشد. لوپ یا حلقه یک بلوک از کد هست که تا زمان شرطش برقرار شود تکرار می شود. یعنی شما یک کد را یک بار می نویسید اما ممکن است آن کد چندین بار پشت سر هم اجرا شود. اگر بخوایم به زبان ساده توضیح بدم، مثلا بخوایم متن هلو را 10 بار چاپ کنیم یا اینکه داخل یک لوپ قرار بدهیم تا اینکه 10 بار پشت سر هم چاپ شود. لوپ ها خیلی کاربردی و سودمند هستند. هم در زمان صرفه‌جویی میکنند و هم احتمال خطا را در کد کاهش میدهند. خب این هم بود معلومات در مورد حلقه ها در بخش کد نویسی و زیاد نبرید که ویدیوی بعدی در مورد انواع حلقه ها است. کانال من را سابسکرایب کنید تا محتوای بیشتر در مورد حلقه ها را شما بدانید. وقتتان بخیر.